صبح خیر کدبانوانی عزیز. طرز تهیه مربای تمشک و تمشک یخبسته. برای یک کاسه تمشک یک کاسه شکر میگیریم و آن را قبط به قبط در شهکاسه میریزیم و برای تمشک یخبسته نیز عیناً همین کار رو انجام میدهیم و میگذاریم که تمشک آب کشاید به مدت 12 ساعت. بعد آب کشادنش مربا رو در روی حرارت میگذاریم و در آتش پست میجوشانیم همگی 15 دقیقه و کفکش رو تیز تیز میگیریم. بعد اون برای معین کردن آماده شدن مربا کمی بلعریچه میگیریم و با انگشت خط میکشیم. همین که نقشش ماند معنای آماده شدن مربا رو دارد. ظرف ها رو در بخم نگاه میداریم، سرپوشک ها رو میجوشانیم و بعداً با ظرف های پاک و تازه و خشک مربا رو میکشیم. سرپوش ها رو مانده با اسباب محکم میکنیم. بعد 12 ساعت تمشک آب شد و شکرش کاملا آب شده است. آن رو خوب آمیخته کرده با ظرف های پلاستیک میگیریم. البته شما میتوانید باز خواهش داشته باشد آن رو با بلندر مخلوط کنید، ولی این طرز در زمستان مثل زنده می آید و خیلی خوشمزه تر است. البته این وابسته به خواهش خودتون است. خوب در ظرف‌های پلاستیک میگیریم و در یخدان یعنی مرزیلنیک تا 6 ماه نگهداری کردن ممکن است و بانک‌هایی که محکم کردم اونها رو باشد با دسترخوان گرم پیچانیده 2 شبانه روز نگاه میدارم و این ظرف‌های پلاستیک رو در یخدان یعنی مرزیلنیک میگذارم و خوب آماده شدن. امیدوارم پسندتان اومد. تشکر زیاد.